صبح وقت آمدیم در مارکت ملی و بین‌المللی افغانستان. 120 120 120 کی بودی 120. ما از دولت چیزی تقاضا نداریم، همین مردم ما را میگیم هوشیار باشه. والا اینطور از مردم هم بسیار بیچاره است، متروانا بیچاره تر از مردم است. باش که یک چای صبح ما پیسه چای صبح برات میدم، توفه میتم برات مهمان ما باشیم چای صبح. هم انگور میفروشین هم برگش هم میفروشین. دکتر پیسه باید چطور میشه؟ اگر یک دانه سودا میخره 50 تا کراچی میده. چه رقمی کار کنید؟ از یکم روز دست جدی میشه این کراچی را خیلی در زمین ده. دلتا خزایده که پاکستان. ده خپل وطن گل وطن ده خزایده. حالی بیاد است در کراچی که میندازه چادر در بالاش میندازه که کسی نگیره. نه طلبه. خود تو برکت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. امیدوار هستم که خوب و خوش و سر حال باشین و وقتتان بخیر باشه. سلام برسه. سلام سلام. صبح زیبایت بخیر. صبح شما بخیر. آرام باشی. بس ان شاء الله. باشی. والا من یک گفتنی دارم لالا. بیاد پولو منجستش اول خصوصت بخیر باشه. آرام باشی. چی اول باشی. داری؟ قربانت اسمت هم بگو برامو. اسم مبارک من زاکر است. خو هم یک گفتنی دارم دیگه بیادر ما از دولت چیزی تقاضا نداریم، همین مردم ما را میگیم هوشیار باشه و من دولا و توفیق رحیم. قربانت بیادر. قربانت شوم. خوش شده مدی داره دگل. خداحافظ. سلامت باشین. خب وطندارای عزیز سلام برسه. امیدوار هستم که خوب باشین و صحتمند باشین. امروز خواستم که صبح کابل را بر شما به تصویر بکشیم. همراه همکار ما صبح وقت آمدیم در مارکت ملی و بین‌المللی افغانستان که مارکت میوه هست و اینجا دیگه وطندارای ما از ساعت 3 صبح از ساعت 4 صبح میآیند و شما میبینید که در همین ساعت هم وطندارای ما در حال بار کردن و آوردن میوه و ترکاری از داخل مارکت هستن. یا میوه اینجا میارن یا هم از این قسمت میبرن، چون مرکز عمومی میوه و ترکاری افغانستان در همینجا است و شما هم در تصویر رو میبینید که موترها هم بار شده روان هست، میرن به طرف ولسوالی ها و همچنان نقص و نقاط شهر کابل. و امروز سوم سنبله 25 اگست است. دیگه بیاین که با وطندارا هم صحبت ها را می داشته باشیم، صبح خیری میکنیم و ببینیم که دیگه وطندارا و هموطنای ما در صبح کابل چه کارهایی را انجام میتن و ما هم اینطور دیگه گزارش خود را شروع میکنیم. قسمتی که من قرار دارم ابتدای چهارراهی مارکت هست که شروع مارکت خود دروازه مارکت بیشتر هست، البته دروازه اولی
و دروازه دومی هم از او بیشتر و مسیری که همین مستقیم میره به طرف ته مسکن هست و این ناحیه هم مربوط ناحیه چهارم میشه، مربوط حوزه چهارم میشه و ما دیگه اینطور آهسته میریم با وطندارا صحبت ها را آغاز میکنیم. بیاین که با هم بریم. بخیر باشه. صبحتان بخیر. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ چی حال احوال؟ تشکر. تو باش مدام اینجا احساس کردم که این تصویر ما هم خوبتر بیه. صبحتان بخیر باشه. خوبت بخیر. شما موتر دارین اینجا؟ بله این موتر دارم. کدام است موتر خودت؟ این موتر است. بار نکردی مگر؟ نه والا امروز دیگه ناوقت شد، کارم ضعیف است زیاد، فهمیدی دیگه. خدا مهربان است میشه دیگه. خدا مهربان است. چند بجه صبح اومدی خودت؟ 5 بجه. 5 بجه. یک دو دفعه را بردی دیگه؟ نه تا بار نگرفتیم. دسلاف هم نگرفتی؟ نه دسلاف نگرفتیم. کدام مسیر میری خودت؟ مسیر دیگه ما در بس میریم از اینجا. در بس میری؟ بله. بار 3-4 نفر یک جای نمیبرین شما؟ نه اوتره ما نمیبریم، یک در بس از یک نفر بارش میبریم. خب این دیگه کاکای بزرگوار ما چای نوش جان میکنه. چای همراه نان گرم است دیگه. نان گرم است، شیر است یک گلاس. شیر است بیشک والا. خب کیف میکنه باز. والا نان وطنی دیگه خوب مزه میده. دیگه باز بسیار کیف میکنه. خودت هم دریور هستی؟ بله. خودت دسلاف گرفتی یا نه؟ والا نه. نگرفتی؟ نه. یک حرکت وطندارا مدارا بگو که دسلاف گرفته شود. والا اینطور از مردم هم بسیار بیچاره است. موتروانا بیچاره تر از مردم است. گاز قیمت است، تیل قیمت است، نمیصرفم. امو آدمی که سابق یک موتر در بس میبرد، حال یک کراچی مال میاره. نمیتونه، از واسه مردم نیست. مردم بسیار بیچاره است. یعنی بار کم شده. بار کم شده. تعداد سابق مثلا اینجا ما بسیار مدیر داریم، بسیار مدیر مکتب داریم، دریور شده ساله. بسیار ضابط و دگروال و چیزا داریم، حال دریور شده از اینجا. بیا این گپاش خیر باشه، شرایط است میایه. بازم خدا مهربان است. بازم خدا مهربان. بازم خدا مهربان. روزی هر کس را پرورده. الله میته روزی هر کس ها. شما چند بجه میبراین؟ ما بعضی وقت 5 بجه، بعضی وقت 3 و نیم بجه. یعنی میتونید تقریبا 16-17 سال شد ما در اینجا هستیم. 16-17 سال. در مارکت هستیم. در مارکت دیگه کل وطنداره ما هر کسی که اینجا میاد به خاطر میوه، ترکاری یا هم دریور است، ساعت 3 بجه 4 بجه شب میبرن به خاطر کار میان. کار مارکت دیگه اینمی 3 بجه 3 و نیم بجه شروع میشه دیگه تا 10 بجه کار مارکت اگر است. بیخوی هم داره. خب ناچار است، مشکل است دیگه، چطور کنیم؟ چاره نیست. کسایی که در مارکت کار میکنن از ساعت 10-11 و بعد دیگه بیکار میشن. کسایی که داخل مارکت کار میکنه تا 10 بجه کار میکنه، بعد از 10 باز کار نمیکنه، بیکار میشه. بیکار میشه. اگر وقت هم از خواب بلند شون کدام مشکلی نداره، باز میتونن عادت کرده مردم حالا دیگه، در وقت عادت کرده، در وقت خود میخیزه. از شب که وقتی آدم خواب میشه صبح وقت خیستن هم بسیار مزه میده. خب برکت خدا دونه صبح وقت خیستن، سحری خیستن خیلی خوش داره خداوند. سودای گل صبح میگه بگی نه؟ سودای گل صبح بگی. نوش جانتان. اشتیا داره دیگه میارم. قربانت شم. سلامت باشید. خدا حافظتان. بخیر باشین. خدا حافظ. سلام برسه. چطور هستی؟ خوب است ان شاء الله. بخیر. بیاین یکم که پشتر بیاین که میرای مردم نگیریم کار کدام تو داومون نزنه. نه داو نمیزنه ان شاء الله. صبحتان بخیر باشه. خوبت بخیر. خوب است ان شاء الله. سلامت. تشکر. زنده صبح باشید. بخیر آغاز کردیم. بخیر ان شاء الله. زنده باشین. اسمتان؟ وحید الله. وحید الله. همین موتر از شما است یا؟ نه ما بار به دکان سودا میبرم. دکان سودا میبرین؟ آمده. کدام منطقه کابل میبرین؟ سری علاودین. سری علاودین. بله. این دوستا دیگه کسایی که در شهر کابل هستن همگیشان میان از مارکت سودا میبرن. بله. ترکاری و پیاز و کچالو و میوه. ما از ما خو میوه نیست، از ما ترکاری باب است. ترکاری باب است. بله. همین قیمت ترکاری باب چطور است؟ ارزان شده یک ذره؟ نه خوب است فعلا. مالای وطنی ارزان است شکر. وقتی که مالای خارجی باشه باز قیمت‌تر میشه. مالای وطنی است میدن. مالای خارجی که با وقتش باشه قیمت است. حال ارزان است. حال یک پاکت رومی از 65 روز الا پایینش 55 50. از 65 شروع است. کچالو قیمت است.
همین یک کچالو ما شما هم که برای قیمت است ولی ها دیگه بخیر باز کل مردم ما راحت میشه. کچالو بامیان هنوز نبرآمده. کچالو بامیان فکر کنم سیزنش تمام نشده. کچالو کابل است به نظرم. نه آمده کچالو بامیان تا نیامده نه؟ نیامده. ما یک دفعه طرف بامیان رفتیم، از این مسیر بامیان که ما می رفتیم باور بکنیم که دو طرف سرک آنقدر کچالو که میگه تا که رفتیم کچالو بود. تا که رفتیم کچالو بود. خب کچالو بامیان که باز باره باز خوب است، باز شاید نرخان پایین‌تر بیاد. حالا خب کچالو بامیان نیست، کچالو اطراف کابل است. اون آخرینش سیرش 220 230 210 پایین نیست. این در مدل که گوشت است. ما امروز کچالو گرفتیم سیر 220 روپیه. یک سیرش. یک سیرش. یک خیر باشه ان شاء الله که ارزان‌تر شه. کارم خدمت به ما باشه. تشکر. بریم یک چای بر دادم میتونم به خودم اینجا ما. به خدا موفق باشید. بخیر باشید. سلامت. خداحافظ. دوستا ببینن که وطندارای ما از داخل مارکت بار کشیده روان هستن و اینجا پیر و جوان نمیخواد، هر کس می اینجا کار میکنه، طفل، اشتو، پیر، جوان، خرد، کلان. خسته نباشی. خوب هستی؟ صبحت بخیر. چی حال داری؟ برآمدی بخیر در کار؟ خیر برآمد من کار. این بار چندم است؟ این بار دوم است. بار دوم است. کار بار نیست. دستلا بخو گرفتی؟ جواب گرفتم. یک شکر است، خدا مهربان است. خدا می‌بخشه. بشک. امیر سفیدی هم کار میکنی؟ والا چی کنی دیگه؟ کار کرد. آفرین من میگم. کسی که سنش بالا میشه باش که اینجا مرار هم بند نکنیم و کار میکنه، زحمت میکشه، من میگم آفرین. خیلی. نامتان چی است؟ نام ما شیرجان. 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 چای صبح خوردی؟ حالا نه. نخوردی؟ پیسه نداشتم. الله. دستلا بخو گرفتی یا نه؟ جواب گرفتم. چند گرفتی؟ یک 50 بگرسه. 50 رو گرفتی؟ نه خب. باش که یک چای صبح ما پیسه چای صبح برات میدم. تحفه میتم برات، مهمان ما باشیم چای صبح. هی. بسیار زیاد که خیر است. یک چیزی انشالله که 60 افغانی میشه یک چیزی که خیر. برو بخیر برین. برو خانه ما. از طرف ما نوش جان بکنید. برو خیر. خداحافظ. سلامت باشی. چطور هستی؟ صبحت بخیر. چی حال داری؟ خیر هستی جان جور است. چی گپ است؟ خیرتی است. چطور هستی؟ شکر بخیر باشی. برآمدی بخیر در کار؟ والا بخیر دیم کار برآمدیم فهم. سفر ان شاء الله گرفتی؟ والا دیگه 50 روپیه گرفتیم تا فعلا. تا 50 روپیه گرفتی. خدا مهربان است. هنوز گل صبح صبح در تا شب خیلی وقت است. تا شب کارم تا ساعت 10 بجه کار میکنم با میرم در موچیگری است فهمیدی. یکم بود پالیشی است رنگ میکنیم بوتار چیزا. کار انجام میدی؟ دو کار است. اون تانگ تل آریانا نیست همونجا دم بغل ششتگی هستم فهمیدی. آفرین. بخدا همونجا ازی باز میرم دیگه داوود دیگه یکم تا که پیدا میشه رنگ میکنه خلاص دیگه همونجا ششتگی هستم روزم تیر شود. روزم بیگا شود فهمیدی. ایسا گل صبح بعد جمع میگیری؟ بعد از گل صبح بعد از 10 بجه و اون طرف دیگه اونجا میری باز. خدای مشتری که از یک دونه مشتری هست فهم دیگه کلان کراچیوان است. اگر یک دونه سودا میخره 50 تا کراچی میده. چه رقمی کار کنید از یکم روز دست جدی میشه من کراچی را خیلی در زمین دیم. با خدا نه به خاطر که زندگی است، شرایط است، میایه سخت است اما باید آدم صبر داشته باشه. خود صبر و حوصله دارم خام فهمیدی مردم اینجا سعی چه رقم کراچیوانا زیاد است کار نیست بار هر کس روزی خودم میخوره بیاد. صحیح است که هر کس روزی خودم میخوره اما خود 50 روپیه 100 روپیه چه رقم بخوری خانه میال که دیگه بیادر کلان هم نداریم که بگیم فهمیدی کار کنه یک دونه خورده دیگه کلش سیاست است. کارگر خانه خودت؟ کارگر خانه خودم هستم. 2,500 میال کرا میتم پیسه بله برخوام میال مونده. هر چی میزنم میکنم در کراچی چه نمیشه میال 50 روپیه کار کردیم 10 روپیهشون بولانی خوردیم. با خدا مهربان. خدا مهربان است. توکل به خدا. همین خودت خامدی تو شروع به کار کردی که میشه یا نمیشه دیگه توکل به خدا. خدا به خیر میشه خانه. نام چی است؟ نام بلال است. بلال جان. مکتب خواندی بلال؟ مکتب 4 سال خواندیم. اصلا اول تا 4. دیگه ایلا کردی؟ دیگه وطن ما باگرام است ایلا کردیم بخی دیگه اومدیم اینجا کوچ اومدیم دیگه بخی سقوط کرد. همین کارو بار شروع کردیم بخی مکتب رفت تو کارش. بارچه میکردی بیادر می اومدی حالا مکتب شاید حالا خلاص کرده بودی. خب سعی نال مشکل دایز است که ما کارگر هستیم کار کنیم مجبور هستیم در خانه نان ببرم نه
خب ما مکتب بخونم یا درس بخونم یا برم فهمیدی طرف کار بکنی ها مکتب بخونی یا کار بکنی کار میکنیم دیگه اگه کارم جور میبود مکتب میخوندم همیال هم سندای خودم میبینم رنج میبردم با خدا خیر باشه خب امیالم خدا بخواه که شرایط ایجاد شود برد انشالله بتونی در کنار کارت یک تا مکتب هم بری اگر دیگه وقت نشد ساعت 4 و بعد بری شپی بری مقصد دنبالش باش به خاطر که از کارگری تا چه وقت نمازهای خودم میخوانم یکا مدرسه را اگه پیدا کنم میرم مدرسه برو مکتب برو بالاخره از آدم تا چه وقت کارگری باید بکنه خود چاره نیست که چاره چی است حالا یک کار یاد بگی درس بخوان یک کسب یاد بگی بعد از بس کارم خودش میه بخیر خب ان شاء الله خدا مهربان است کار ما جور شه که مکتب مونده هر جای کل درسو میخونم ان شاء الله بخیر امیدوار هستیم که بخیر تا دفعه دیگه ببینیم کارک جور باشه خدا یار بخیر باشی خانه تا دولانی تیار است اگه میخوام زنده باشی خداحافظ بخیر باشی سلام علیکم خسته نباشی مارکت ملی و بین المللی میوه تازه و سبزیجات این قسمت هست و سبزیجات و ترکاری را دیگه از همینجا وطنداره ما از مارکت میکشن و میبرن به طرف شهر کابل و روبروی اینمی خود دروازه حوزه 4 هم هست. سلام علیکم صبحتان بخیر چی حال احوال داری؟ برگ انگور میفروشی؟ چند هستی برگ انگورت؟ این دیگه هر کس برابر کار خود میگیره 10 روپه 5 روپه 20 روپه وطندارا برگ انگور میخرن؟ این خاطر چی استفاده میکنن؟ این خاطر میوه به شفتالو انگور پنیر به خاطر انجیر به می چیزا یعنی به خاطر که میوهشون خراب نشوه این استفاده میکنن. بله این برگ انگوری کجا است؟ از شمالی خو نیست؟ از شمالی است. از شمالی است. یک بورجی پر کردن میارین؟ این بورجی پر میکنیم میاریم ما. بازی سیر است یا کیلو است؟ دستگاکی دیگه. دستگاکی است؟ دسته. این یک دایره به لالا بده. باش که یک دایره چقدر میتی خودت؟ ایره به خاطر چی میبری؟ ایره سر لیمو میمونم. سر لیمو میمونی؟ خودت لیمو فروش هستی؟ به خاطر لیمو خراب نشن؟ لیمو نه خوبش معلوم میشه. خوبش معلوم میشه؟ با مردم در به بالا میخوان. آفرین به خاطر تزیینش. اینی هم یک راز تزیینش. این گلا چنده تو بیادر؟ گل تازه است دیگه. ایره از شمالی آوردی؟ ایره از شمالی آوردیم. باز ایره وطندارا در این منطقه میخرن؟ میخرن یکم وطندار به خاطر زیبایی میوه و ترکاریش. نام خودت چی است؟ نام من میرسن. میرسن؟ نام تو چی است؟ یافی. تو هم از شمالی اومدی؟ چند بجه میان شما؟ 3 بجه شب؟ 3 بجه شب از شمالی حرکت میکنن تا اینجا میرسن دیگه. این حال 6 صبح است 6 و نیم صبح است. وطنداره ما از پیششان برگ انگور را میخرن و این یک تجارت است که وطنداران از باغشان میکنن میارن و اینا هم میفروشن. شما بر چی میبرین ایره؟ ما فروش میبریم لالا در فروش میبری؟ سر چیز با لیمو میبریم. سر لیمو؟ به خاطر زیبایی لیمو؟ سر زیبایی لیمو یا به خاطر خرابیش؟ نه به خاطر خرابیش فکر میکنی زیباییش فکر میکنی مقصد میبریم. بریم بخیر بریم. بعد از جا شما ما آوردین؟ از کجا آوردی خودت؟ از سرای خوجا. از سرای خوجا؟ بله باغ برگ انگور میکنیم میاریم اینجا بفروش. خب بولا خودش بکن سوالش میگه بکن. هم انگور میفروشین هم برگش هم میفروشین. دکتر پیسه باید چطور میشه؟ راهش نیست دیگه. شکتون هم میگم از هر طریق آدم باید پیسه پیدا کنه. پیسه پیدا کنه. چند بجه باز میایین شما؟ 3:30 بجه. 3:30 بجه شب. حتما کدام موتر در بس میگیرین که میایین؟ نه موتر خودش
نه این چند سموجه میرم میایه میایه؟ آه همون مارکت 3:30 بجه میایه؟ آه 3:30 4 های موضوع وقتی 3 بجه میره 2 بجه میره آفرین. تا صبح به خراب نیست موتر میره همیشه هست. همیشه هست اینی برادرای من که شما میان دیگه. آه شما تنها میایین؟ آه با اینا می یا تنها میایین؟ نه همراه اینا میایین؟ نامتان چی است؟ نام خوجه فیاض. خوجه فیاض. بله از خوجای کجا هستین؟ از میربچکور. خوجه میربچکور. اینی دیگه چی است؟ این برای شفتالو است. این برای چی کار میاد؟ یا بام شفتالو من سر شفتالو مندازم. یعنی که تازگی شفتالو رو نشان بده که این شفتالو تازه است با برگش است. تازه این برگش است. این برگ انگور سرخ انگور است یا انگور حسینی؟ حسینی است نه؟ آفرین. انگور حسینی برگوش کلام کردن است. برگوش کلام. تشکر. سلامت باشی. یک تصویر بگی که وطندارای ما در مارکت به اینی شکل میآیند و بیروبار ازدحام مردم ما شما در بازار مارکت یا در مارکت بین المللی افغانستان به این شکل رفت آمد مردم میکنه. یک تعداد کار میکنه، یک تعداد انگور میخره میفروشه. چی کار میکنی خودت؟ صبح بخیر. کدام بخش پیش میبری؟ این بخش این کراچی است، مالتا است، دیگه نبود. انگور است. انگور و شفتالو و کل چیز. انتقال میتی خودت؟ انتقال میتیم، میجیم کارم میکنیم، بستام میکنیم، تام میکنیم، بالام میکنیم. نام چی است؟ نام راشد خان است. راشد خان؟ شکل تمام میگیم. راشد خان چند بجه میای خودت اینجا؟ اینجا 5:30 حرکت میکنم. 5:30 5 بجه میای. تا فعلا نه چند پیدا کردی؟ یعنی راست بیادری؟ شکر از خدا را 200 پیدا کردیم. شکر 200 پیدا کردی؟ یعنی گل صبح 200 گرفتی؟ شکر. خدا مهربان است. بخیر سلامت باش. خودت اینجا قراردادی داری که 200 پیدا کردی؟ دا اندیوالا است دیگه، مشتری هستن. مشتری اندیوالا است. انگور شمالی آمده یا نه؟ آمده کم تو جواب نه. یعنی کشمشی آمده یا؟ شنگلخانی هم آمده کن چی هم کشمشی هم. شنگلخانی هم آمده کشمشی هم. کشمشی هم آمده شنگل. به شکل از من میگم از یک باری که شما انتقال میدین به بیرون چند افغانی میگیرید؟ دان دروازه 20 روپیه سر چهارراه 30 روپیه. از دان دروازه که بیرون شوی 20 افغانی. 20 اگر سر چهارراهی برین 30 افغانی. تشکر. بخیر سلامت باش. پیش یک چای بخور. زنده باش. تشکر. سلامت. این قسمت بول است که انجام میتن بول کردن سیب هست فکر کنم. اینجا چی که پسای بدر؟ بشک والا. تو بیا تا که بریم پیش بریم. دوستا این قسمت سیب وطن ما و شما هست و هر خلطه ازی نمیفهم که اون قسمت خیلی 130 میگه. اینا نمیفهم چند هست. بدر جان سیب چند است؟ سیب 150. 150. عالی وطندار مشهور 130 میگه. اون فرق میکنه. سیب کجا هست؟ سیب غزنی. سیب غزنی است. حتما رو سیب میدان وردک خراب. کلش غزنی است، خوب خراب داره. یعنی فعلا تنها سیب غزنی اومده. سیب میدان وردک بخیر چه وقت میاد؟ او پسندتر. از کل جای میاد حالا. کل یک جای رسید. حالا از کل جای میاد. خب این یک خلطه سیب 150 افغانی باشه. این خلطه از من بلند کنم. اینه. اما تو سیب دیگه نلغه است. بشک والا. اما تو سیب است. چند خلطه اینجا باشه؟ چند خلطه اینجا باشه سیب؟ با خدا من که شمار نکنیم. شمار کنیم. از شما خو است؟ نه از اون دیگه است. از که بول میکنه. خب از بولی به اون معلوم است. از صاحب بول است. از ما نیست. از خودت چی است؟
آلمانیا انار مالتا و بده برام. انار هست فعلا؟ همین انار نه برام آمده. از کدام منطقه برآمده؟ قندار. قندار بیشک والا انار قندار دیگه بس اولی اناری است که در بازار میاد. نه برام آمده. شما چی کار میکنید اینجا؟ ما اینجا کاربار جلابی میکنیم. این همی سیب؟ بله. چند خلطه باشه اینجا سیب؟ این 1-2 خلطه یه است. 200 خلطه است؟ بله. بس این که حساب بولد چه قسم است که یک همین 30 خلطه قطار زده جور کرده 30 خلطه بولش میکنه اینجا. ال خلطهش چند میه بس 130 120 30 10 کم رقم است 140 50 دا بالاست دیگه. دا بالا هر کی بلند کرده از اون میشه. هر کی بلند گرفت از اون میشه. بله. نیم بول میکنه پیشش برو دم سرش 5 دقیقه هم است. آره ما کی رفتم از اون طرف. پیش نه دم پیش برو خوب است. برو اینجا حساب میشم. اون لالا اینجا حساب چه تو باش که 5 دقیقه 14 بسی پاکن باش کمی خاطر سر جای صحیح است. چل بگو بخن 100 روپیه خالی 100 روپیه خالی بگو 250 250 250 200 150 14 پاکت 100 روپیه خالی 100 10 110 15 115 20 25 14 پاکت با کلش میشه 125 با کلش 125 چه قیشه 130 بگه پیسه حالا 16 شد این خلطه 130 رو بشد دیگه. بله چند خلطه را داد؟ 14 خلطه 130 فی دانه 130 فی پاکت این 16 پاکت است 120 16 پاکت 120 کی بودی 120 نجیب حالا که دیگه شما یعنی 120 16 پاکت 120 گرفته. بله اگر کسی دیگه پیدا نشد با اون قیمت می اون قیمت هر کس خودت مثالش همیشه 25 میکردی از خودت بود 35 پام بول است از 5 با کم بول نیست 15 پاکت دیگه را 150 بله این سیب سلطنتی پاچایی میگن این سیب گاجه آفرین 50 60 70 80 رو بخالی 80 90 15 دانه جداست این جداست 15 تا جداست 90 رو بخالی 90 هستی 90 یک قطار 15 تا این قطار 15 تا 90 رو بگیرید نگرفته تا فعلا تا که گلش استاد شود اینی کل قطارات که فرق داره بله آفرین شما اینجا کار میکنید یا تو هم بخرید آمدید؟ میخریم همینجا پس سودا میشه میخرید رو میفروشید؟ میخریم آفرین بله اینجا هم دست کسی که 5 تا 6 تا با کار داره با پرچون میشه او در بول استاد شده نمیتونه بگیره آفرین بله باز او فایده میگیره 5 تا 6 بسیار خوب آفرین سلام برسه برادر ان شاء الله حتما دست شما خوبه سلامت باشی برادر قدرت و انرژی میخوایم حالا چی کنیم کار غریبی دیگه دارین کارم میکنین خدا من خیرتون خیر باشی برادر کارتون برکت باشه مهمان ما باشه خیر باشه خوش باشین سلامت خب با اجازهتون ببخشید چطور هستین خوب هستی خیر ان شاء الله شکر الحمد خدا الحمدلله نوم سده ورورا عبدالرزاق نوم سده محمد یاسین دکم زای ورور مو د ننګرهار خوګیانو ولسوالی خوګیانو ننګرهار دلته څه کار کوي دلته منډی ته راځو ګورو کار مال چکو برای کار آمدین یا برای خرید آمدین دا خرید اومدیم خرید آمدین از اینجا میوه میبرین میوه سبزی فروت فارسی خوب است کم کم بلد هستین کم چقدر وقت پاکستان بودین 50 سال 50 سال 50 سال کار او شل روزین کی راغلی 20 روز که آمدین دلته خزایده که پاکستان دا خپل وطن ګل وطن دا خزایده خپل وطن ګل وطن ورته وطن مروره دا خیره الله ممل شه
اون سر خدمتش ده بس دعاگانی که خوشحاله. سلام و صبحتان بخیر. قوت بخیر جان. خوب است انشالله. شکر الحمدلله بیادر. زنده باشین. انگور کجا است؟ انگور شمالیش بیادر. شمالی است. بله قربان. شنگلخانی است. بیادر. یک سر همین شنگلخانی کوتاه شده یکمکی. والا بیادر دیگه باغ جنس از بیادر یگان باغ که خدمتش میکنه گلاندانه میباشه. این دیگه اینا میگه رقم جن کار خداست دیگه بیادر. همیشون گلخانیای سابق یعنی میقدر کلام شون در او وقت برکت و مینا محبت زیاد بود. حال خود بیادر قنه تر کار از دیگه کار خداست. حالی دیگه بیادر دیگه اینا میقمش شکر خداست بیادر. شکر. یک دیگه اینمی انگور به می برکت دیگه خب برکت انگور اون وقت هم تمیان باید باشه دیگه. بیادر یک وقت بیادر مردم انگور جمع میکرد سر با ما مینداخت در کجا پش میکرد میبرد. حالی بیادر در کراچی که میندازه چادر در بالاش میندازه که کسی نگیره نه طلبه. خود تو برکت پس زمانا انگور زیاد بود برکت داشت بیادر. خیر و خیرات بود بیادر. با کسی که انگور نمیداشت برشان میداد. حالا خب بیادر سیکو در کجاوه خالی بس مینداخت سرش هم پد. حالی در کراچی که میبره سرش پد میکنه میبرد بیادر که کسی خوش نگیره. خود چطور برکت پیدا شد؟ اون زمانا وقتی که میرفتی در سر باغ مردم در سر باغ یک وطندار خلطه را پر کرده برد انگور میداد میگه بگیر. ای خیر اگر دور تیر پکت تو نمیشد تیر میشدی صدایت میکرد. بیا بیادر انگور ببر بخو ایش کدام. حالی او گپا بیادر یک ذره یک کمی باغای انگور که خوب سعی بگیره باز پس هم گپا هست. خدا مهربان است بیادر. نامتان چی است؟ جبار بیادر. از کدام منطقه است؟ خرباغ هستم بیادر. خرباغ است. بله شو. اصل جای انگور است شما است. والا بیادر از دیگه خوینمی بود که گپا بره زد. خودت چقدر باغ چقدر تاک انگور؟ تاک انگور ما ندارم بیادر. قن کمی زمین است. زمین است تاک ندارم. خود ما در مارکت کار میکنم بیادر. 15-16 سال میشه در مارکت است. 15-16 سال. بیادر. انگورای وطندارای قرباغی را میخرید اینجا میارین؟ بیادر. خودم تای مسکن هر کس که باشه بیادر یک دار پا مراد باشه واره باشه که ما مزدوری کنیم. واره نباشه بیادر. راستی یک چیز دیگه این انگورا رو شما از تای مسکن میارن؟ مسکن بله. در موتر میارن؟ در موتر 100 سبت 80 50 سبت یا پاکت باشه. واره باشه میگیریم از اونجا بادی جا ما میاریم میفروشیم. از اونجا که تا اینجا انتقال میتین از یک سبت چند افغانی میگیرن؟ نه بیادر چی است؟ دار پداره 20 پداره بیادر. برابری چطور وقت میاد که با سر پیسه خود 20 پتاوانم داره. اینا میتونه بیادر فایده تاوان دیگه دست خود. حالی یک سبت دیدی چند دست فعلا؟ حالی بیادر اینمی 1.5 صدر پس 120 من درصد خود ما اینمی را گرفتم بیادر. 120 یک سبتش؟ نه. چند کیلو باشه؟ کیلو بیادر قن همین 9 کیلو اش نیم کیلو اینم قمیه بیادر. یعنی انگور امسال ارزان است. امسال ارزان است دیگه بیادر. فکر کن نو برآمده یعنی زیادتر انگورای شمالی به بازار نامده هنوز. نه تا بال صحیح شروع نشده بیادر. نامده. اما فعلا هست که 120 130 8 9 کیلو یعنی در حدود 90 افغانی و 80 افغانی یک سیرش میآید. همینطور میآید. همونطور است نه؟ انشالله که صادر شود برای کشورها و باغدارای ما هم از این سود خوبی ببرن انسان. بسیار خوب. این گپ خاص. تشکر. قربانت. در کارتان برکت. جان جو. چای کتی ما میخوری بیادر میتاد. خدا نگهدار. تو عشق اینش یک انگور سیاه انگور بگویم یا سرخ انگور؟ سلام برسه. صبحتان بخیر. عاقبت بخیر. چای کت انگور نان کت انگور بخوری باز خیلی خوب کیف میکنم مثلا. میکنه که در جان کی بشنه. هیچ کس نمیخره شه. انگور نمیخره. نه. انگورخور مردم ما نیست یا ای که انگورخور نیست. انگورخور نیست. نمیخره نه کیلوی چند؟ کیلوی از درپان پان هفتیده کس نمیخره از پیش. یک سبدش 120 130. نه یک سبتش 100 رپا. 100 افغانی 100 افغانی 10 کیلو. با شیرین هست یا نه؟ شیرین چطور نیست؟ شیرین نیست خود نمیخره کس. یا خیر باشه هنوز گل صبح صبح تا شب خیلی وقت است. تبکر خدا دیگه ببینیم که چی میشه. سرخ انگور چند است؟
یعنی نیاز 200 200 چند کیلو باشن؟ 9 کیلو 9 کیلو. حالا امسال دیگه انگور خیلی ارزان میشه. خدا کنه که به یک مسیر یک طرف ارسال یا صادر داشته باشیم. وطن ما انگورش فریمان است. با مخصوصا در وقت انگور دیگه بسیار زیاد انگور شمالی میبره، دیگه انگورای دیگه اقصا و نقاط افغانستان میبره. حداقل یک مقداری که صادر شوه باز قیمت خود میگیره. صادر شوه نمیره جایی نمیره. یک توکل به خدا. بیشک توکل. چند سبد آوردی خودت امروز؟ نمیخوردیم دیگه خود نمیخرم. انشالله فروخته میشه بخیر. هنوز گل صبح است. یا توکل به خدا. از انگور که سیب زیاده است. سیب همون مرقم شده. سیب هم ارزانه. میوه افغانستان کس ناخرشت. سیب هم نمیخرم. چقدر سیب ما خدا طرف میبینی، طرف میبینی، قسمت میبینی و اون طرف بول که در روان است. یک خلطه 120 130 افغانی. خیر باشه ان شاء الله. خدا مهربان است. وطن داره یک ذره میوه بخورن. بخیر بخورن. میوه فایده داره. فایده داره. بله بله. تشکر. دوستان عزیز، تشکر که تاییدم بیننده گزارش ما بودین. من از شما تقاضا میکنم، خواهش میکنم که به خاطر حمایت ما لایک بکنین، کامنت بتین و برنامه ما را تا آخر بیننده باشین. و همچنان به دوستا و وطنداری دیگه که میشناسین اگر به وطنتان دلکشان تنگ شده برشان ارسال بکنین که اونا هم ببینن و حال و احوال وطندارای ما را از صبح کابل بیننده باشن. تا دیدار بعد شما را به الله میسپارم. شاد موفق کامگار باشین. خدا نگهدارتان.